میخوای فلافل درست کنی اما قالب نداری؟ اشکال نداره که تازه خمیرشم تا 2 ماه میتونی داخل فریزر نگه داری. پس بشکنه نخودایی که تا 48 ساعت خیسوندیم و مرتب آبشو عوض کردیم با پیاز، سیب زمینی، گوجه، سیر و گشنیز و جعفری حسابی چرخ میکنیم. راستی یادت نره ذخیرش کنی و حتما به دردت میخوره. وقتی موادمون به این حالت در اومد داخل یه ظرف بزرگتر میریزیم و بعدم ادویه ها و نمک و بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم. نصف لیوان آب میریزیم و حسابی مخلوط میکنیم تا یه خمیر یک دستی بهمون بده. مواد فلافل رو داخل پلاستیک فریزر بریزین و بعدم بذارین داخل فریزر و تا 2 ماه هم موندگاری داره. هر وقت که حوصله آشپزی نداشتی میتونی بیاریش بیرون و به راحتی برای خودت فلافل درست کنی. قالبم نمیخواد و دنگ و فنگم نداره. وقتی که از فریزر درآوردی و حسابی یخه با یه چاقو حسابی تیز اونو به هر شکلی که دوست داری برشش میزنی.